گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار سیوم. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. دوم، تصورات حاضر زمان درباره ساخت اجتماعی و اقتصادی آسیای میانه قدیم. تقسیمات اجتماعی و مال و ملکی. در این زیرباب اکادمیک بابا جان غفورov در زمینه تحلیل دستاوردهای علمی زمان خود دایر به ساخت اجتماعی و اقتصادی آسیای میانه دوره قدیم معلومات می‌دهد. تحلیل عالم در تکیه و ایدئولوژی حکمرانی دور و موقع علمی جامعه شناسی زمان به وقوع آمده است. برای همین مسئله پیدایش نابرابری تفریقه جامعه و صنف‌های دارای و نادار در این تحلیل مقام اساسی را صاحب می باشد. طبق معلومات مدرک‌های باستانشناسی و پژوهش‌های علمی، تقسیمات مال و ملکی و اولین نشانه‌های تفریقه جامعه آسیای میانه هنوز در آخر هزاره 3 و اول هزاره 2 پیش از میلاد در حدود امروزه ترکمنستان جنوبی به وقوع آمده است. دایر به این پیش از همه کاوش‌های قبرستان‌های همان دوره معلومات می‌دهند. از جمله در تپه حصار ایران امروزه که به همین دوره تاریخی تعلق دارد، قبرهای نهایت بای سرداران یافت شده است. در قبرستان‌های حدود امروزه ترکمنستان جنوبی چنین گورها یافت نشده باشند هم گورهایی هستند که از قبرهای مقرری کاملا فرق می‌کنند. در آلتین تپه قبر خانومی که با انگشترین طلا و شده زیبا دفن شده است دریافت شد. این بازیافت‌ها و همزمان پخش شدن مهر، پیدا کردن خزینه ها نیز از انکشاف تقسیمات مال و ملکی و اجتماعی دلالت می کنند. علاوه بر این ساختمان قصر و کاخ و معبد بر این بناها از موجودیت جامعه شهادت می دهد که الکی به طبقه ها، صنف ها تقسیم شده است. سبب پیش از همه در حدود امروزه ترکمنستان جنوبی پیشتر از دیگر مناطق به میان آمدن این پدیده در آن است که در این منطقه برای زراعت آبی قدیمی شرایطی از همه مفید نسبت به دیگر موضعها فراهم آمده بود و از طرف دیگر این مکان با دیگر تمدن‌های شهری شرق رابطه مناسب داشت. رشد جامعه نابرابر در حدود ترکمنستان جنوبی از ابتدا به شکل منظم ترقی میکرد، ولی در میانه و نیمه دوم هزاره 2 پیش از میلاد رو به تنزل نهاد.
ولی طبق مواد موجوده در جامعه تقسیمات کلان اجتماعی و مال و ملکی وجود داشت. این اندیشه را موجودیت دیس یا دیژها، منزل‌های مستحکمی ارکدار که آخری هزاره 2 و اولی هزاره 1 پیش از میلاد نه تنها در ترکمنستان بلکه در باختر نیز معلوم بودند تقویت می‌بخشند. مرحله نوی رشد جامعه نابرابر و نیمه اولی هزاره 1 پیش از میلاد راست می آید و این روند تمامی حدود آسیای میانه را فرا می گیرد. دایر به ترکیب جامعه آن وقته معلومات خوب را به ما قسمهای قدیمترین اوستا منظور می نماید. در این کتاب مقدس ذکر شده است که ثروت، بایگری این پیش از همه چاروا است. تهمتن خوما صاحب گله های خوب بود. حولی های هستند که از چاروا بای بودند و به زردوشت شخص 10 مادیانی تایچه‌دار و 1 شتر را انعام کردنی شده است. همین گونه معلومات را ما از سرچشمه های دیگری دوره قدیم پیش از همه مؤلفان یونانی پیدا می کنیم. در این مخص ها دایر به آدمان نجیب و دارا صاحب غلام خبرها ذکر یافتند. دایر به غلامی آوردن اهالی شهرهای تسخیر شده و یا اسیانگر و مثل ساکنان شهری برکه یونانی و غلامی خصوصی داشتن شخصان علاهیده نیز مؤلفان قدیم نوشتند. مؤلف یونان قدیم ارریان می نویسد که هوریان نام شخص توانسته است مدت 2 ماه تمام لشکری مقدونیان را با خوراک تأمین کند. پلوتارخ درباره یک پارتی مشهور که کرس را شکست داده بود می نویسد که آدمی بود خیلی ثروتمند شهرتیار که بدون 1000 شتر توشه راه 200 عرابه کنیزک و هزاران پهلوان و از آن بیشتر سربازان 10,000 غلام به سفر نمی برآمده است. با گفته مسافران و سیاحان حولی های بای و ثروتمند در ملک دون نیز کم نبودند. ترکیب جمعیت آسیای میانه در آخری هزاره 1 پیش از میلاد و ابتدای هزاره 1 میلادی. مسئله مهم دیگر تاریخ این دوره معین نمودن ترکیب جامعه کوشانی آسیای میانه می باشد. اکادمیک باباجان غفوروف در زمینه تحلیل بخش‌های بالا و دیگر مدرک‌های تاریخی به شکل مختصر منظره عمومی روند اجتماعی در عصر 7 پیش از میلاد تا عصرهای 3-4 میلادی آسیای میانه را تصویر می نماید. پیش از همه مواد سیکه شناسی دایر به ترکیب جامعه، عنوانها، وظیفه و منصبها به ما معلومات خوب منظور می نماید. در تنگه های یونان و باختری کوشانی عنوانهای یونانی یا شرق ایرانی سردار دولت، والی، شاه، شاهنشاه ثبت گردیدند. در یک مهر هندی با خط کوشانی نام شخص به عنوان وزورک فراملر آمده است. ساسانیان سردار مأموریت را وزورک فرامدر می گفتند که برابر به سروزیر بود. ولی در آسیای میانه معنای این عنوان شاید دیگر بود، زیرا در متن‌های اولی عصر میانگی سعودی فرماندر فرماندار مأمور خواجگی دربار بود. ممکن در زمان کوشانیان عنوان مذکور یکی از منصب‌های عالی دولتی بوده است. در مهرهایی که امروز در ارمیتاژ دولتی و آثارخانه بریتانیا محفوظند عنوان هزارخت ثبت شده است. در ساسانیان آن به شکل هزارپت استفاده می شد. از بس که صحنه این مهرها و جای استحصال آنها انیق نیست، ولی آن را می توان به صفت دلیل علاوگی آید به موجود بودن اداره مکمل دولتی در باختر استفاده نمود.
در کتیبه مشهور سرخ کوتل عنوانی ناقنزاق همچون کرل رنگ آمده است که به عنوان ساسانی کنارنگ یعنی مرزبان مانند است. ساسانیان والی ولایت شرقی خود را چنین می نامیدند. این عنوان بعدتر در آسیای میانه نیز پهن شد. در ابتدای عصرهای میانه آل سمرقند چنین عنوان داشتند. در یک مهر دیگری محفوظ در ارمیتاژ دولتی کلمه اسبراپت ذکر شده است که از زبان فارسی میانه بوده از دو قسم اسبر سوار و پت صاحب عبارت است. در کتیبه های هندی و گوهرهای کوشانی عنوانی خربلن آمده است که در اینجا هر دو کلمه عنوان را افاده می نمایند و معنی سردار سواران را دارند. همزمان در کتیبه های هندی عنوان ساتراپ و ساتراپ اعظم نیز آمده است. تحقیق تاریخ پارت نشان می‌دهد که اداره مأموری، ولایتی و محلی خیلی معمول بود و تمام قشرهای جامعه را اداره می‌کرد. جامعه از دو قطب اشرافان، صاحبی حاکمیت و ثروت و استحصال کنندگان عبارت بود. اما درباره ترکیب قشر استحصال کنندگان آسیای میانه معلومات عمیق موجود نیست. معلومات مخصوص درباره سازندگان قصرها، قلعه و استحکامها و در استاخانه های شهر کی کار میکرد، اهالی دهات از کیها عبارت بود، آنقدر مفصل نیست. البته در جامعه آسیای میانه غلامان هم بودند و اهالی مظلوم و مطیع هم. بابا جان غفوروف تأکید می نمایند که دایر به غلامان معلومات مفصل در جلد یکم تاریخ خلق تاجیک مسکو 1963 آورده شده است. از همه سرچشمه های تاریخی برمی آید که برای افاده غلامان هندو اروپاییان هنوز در دوره برنجی اصلاحات داشتند. در دوره اوستایی نیز غلامان و آدمان مطیع موجود بودند. دایر به غلامان سغد و پارت، باختر و فرغانه در سرچشمه ها معلومات بیشتر دیده می شوند. در آثار سغدی پیش از همه نامه های قدیمه سغدی طایفه های گوناگون غلامان وندک، بنده، غلام، دیه، چوری، نیپک غلامی به عوض پول قرض گرفته و ونک غلام در نتیجه اسارت ذکر گردیدند. در عیبنامه ساسانی عصر 5 دو طایفه غلامان بندک عموما غلام و انشهرک شخص اسیر افتاده در کتیبه روی استخواندانی تو قلعه خارست اصطلاحی خونانیک از خون اسیر غرب آمده است. اما ناوابسته از موجود بودن طایفه گوناگون غلامان و استفاده در استحصالات آنها مقامی بلند نداشتند. خصوصیت دیگری جمعیت این دوره در آن ظاهر می‌یابد که مثل دیگر دولت‌های شرق در آسیای میانه جماعت مقامی نهایت بلند داشت. زیرا ته کرسی جمعیت قدیم را همان جماعت‌های خانوادگی پدرشاهی و جماعت‌های همسایگی تشکیل می‌دادند. یعنی این تشکیلاتی آدمان آزاد و غلامدارانی برابر حقوق بود. ابتدای عصرهای میانه در سوخت شاید از این هم پیشتر نفت جماعت از آزادکاران، اشراف، هواکاران، سوداگران و کارکاران، دهقانان آزادی، جماعت و هنرمندان عبارت. در اوستا نیز از جهت اجتماعی مقابل گذاری آدمان به نظر می رسد. شخصان از جهت اجتماعی بالا را آزاد می نامیدند. همین طور جمعیت آن وقته آسیای میانه را جمعیت غلامداری نامیدن ممکن است. اما این را باید به نظر گرفت که در عهد قدیم نقشی پیش برنده را در استحصالات مخصوصاً خواجگی کشاورزی اهل جماعت اجرا می‌کرد.
محض همین خصوصیت جماعتی داشتن ساحه کشاورزی روند گذریش از خواجگی ناتورالی به خواجگی مالی را سست کرد. در فصلهای پیشین ما می نویسد بابا جان غفورov تأکید نمودیم که حیات شهری در آسیای میانه خیلی بر وقت آغاز یافته بود و با بسیار کشورهای دور و نزدیک رابطه تجارتی داشت. ولی ناوابسته از این خواجگی ناتورالی مثل دوره پیشین مقام اساسی را صاحب بود. در ناحیه‌های کوهی و دشت‌های آسیای میانه حالا هنرمندی پوره از کشاورزی جدا نگردیده بود. همزمان مدت خیلی طولانی ساکنان مقیمی آسیای میانه در همزیستی و رابطه با قوم و طایفه های کوچمنچی زندگی می‌کردند و این یک خصوصیت خاصی رشد تاریخی منطقه میباشد. همزمان اکادمیک بابا جان غفورov تأکید می‌نمایند که همه ناحیه‌های آسیای میانه برابر رشد نیافته بودند. اگر واحه‌های سوغد، خوارزم، باختر، تخارستان، فرغانه و خراسان از جهت اقتصادی ناحیه‌های پیشقدم بودند، ولی دامنه کوهی پامیر، بدخشان، منطقه کوهستان اندکی قفا مانده و ناحیه‌های هفترود نزد ارل، ساحل کسپی و ناحیه‌های قزاقستان امروزه گوشه‌های خیلی قفا مانده دوردست حساب می‌شدند. ناحیه‌های چاچ و استرافشن یک نوع منطقه میانه‌رو یا بوفری بودند. در بین چارواداران دشت‌ها و در خواجگی‌های محدودی کوهستان ساخت اولادی مدتی طولانی باقی ماند. عموماً تحلیلی بالا نشان می‌دهد که در آسیای میانه مناسبت‌های غلامداری به مثل عالم انتیقه رشد نیافته است. در آسیای میانه که عامه اساسی استحصال کننده آن اهل آزاد جماعت بود، ضدیت‌های طبقوی محض در بین اشراف و کمبغلان آزاد جماعت جای داشت. تدریجاً در همین دوره به جای رابطه‌های اولادی بیش از پیش رابطه‌های محلی مستحکم می‌شدند. جماعت‌های دیهات به اتفاق‌های ناحیوی تبدیل می‌یافتند. آغاز روند تشکل خلقیت‌ها به نظر می‌رسد. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 30. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.